مامان من چیپسو برم نه بر نداری چیپس دیگه. با سیب زمینی خونه درست میکنم سالم ترم هست. مامان خونه درست میکنی نرم میشن اینا تردن. یه ویدیو تو اینستاگرام دیدم ترد در میاد. مامان من چیپسو برداشتم. مامان مامان من اینا رو برداشتم. با یه دقیقه قربونت برم بردار هر چی دوست داری بردار. کل این فروشگاه رو بردار. پاشو دیگه مدرسه دیر شد. مامان مریضم نمیتونم برم. با این چیزا من گول نمیخورم. پاشو صبحانه‌تو بخور زود برو مدرسه دیرت میشه. وای مریضم. چرا نمیاد؟ مامان ها مریضم. خب پس میتونم نرم مدرسه؟ چه میدونم؟ میخوای بری برو. نمیخوای بری هم نرو. برو بچه. باید دورت بگردم مریضی؟ نمیخواد بری مدرسه خب؟ بابات میبریم دکتر بعد از ظهر. الان من برم بعد سوپ درست کنم. قربونش برم بچه.